خیرالدین بازار یک سرود در وصف مادر و خاطری انا همین مادری عزیز و مهربان و دلشاد جانی عزیز. سلامت باشید برادر شادام. بگذار در قدر مادر رسیدن در وقت بودن پدر و مادر. سلامت باشید برای مادر بزرگ دلشاد جان. یک خرسک اوزان قشلاق شود. یک خرسک دلشاد جان مبارک شود. زنده باشید. سرودای ما بعد شما. سلطانی غم چشم و چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سپیدم مادر، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم. مادر اینجا با دعایت مشکل آسان می شود فهمی هدف، با دعایت شعر و بیتی نو نشان می کنم. من نمیخواهم ببینم عمری کمی مادران در نوازم از خدا این را تقاضا در قلب من این آرزوی باقی است، گویم بیش در زیر پای مادر است. ای وای من قدری تو را نشناختم، من را ببخش تنها با خود پرداختم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم. آیا مادر و قربانی تو میدم، چو مهربان و پیمانی تو میدم، جهان حرمت رو دستان است این زور که من در دوری دستانی تو میدم. یک خرسه به خاطری مادر عزیز. تو باوردیم ساختی و سوختی، تنها چراغی خانه رو افروختی، هر جمعه چشم برایم دوختی، ای وای مادر تو برایم سوختی، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم. گویم مرا چو زار مادر، کیستان بنده ها گرفتن آمد، شبها بری گهواره من بیدار نشست و خفتن آمد. مادر تویی دار و ندارم مادر، بعد از تو من دیگر چی دارم مادر، دلگیریت پشت و پناهم مادر، من با دعایت رو براهم مادر، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم، مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم، مادر. تشکر کلام برای سرود مادر. بیا برای مادر دلشاد جان یک قصه اوزان قشلاق شود. سلامت باشید برادر شادام. دلشاد جان عزیز برمان، دلشاد جان عزیز، اولین قدم هایی که در زمین میگذاشتی
این زمین تا با توانت داد آسمان و روحی بلندت بخشید و آفتاب بر سری تو نورهایش را می‌فروشید و نوای بادی فارمه که از نزد تو میگذشت بر تو بوی مشک و عنبر می‌فروشید و تمام آن همین آرزو و هوس‌ها آن همین پدری بزرگت تو را از دستت بگرفت و از پستی به بلندی شیب و فراز گرمی و سردی تمام نکی و بدی زندگی را بر تو آموختند چون که عزیزان میگوید که نمک در کامه ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر از خردسالی و شوق دل دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد امیدوار آن هستیم که دلشاد جان عزیز در آینده شما و آن همین خواهر عزیز و مهربان مهرانه دستگیری آن همین پدر و مادر عزیز و مهربانتان میشوید و یک عمر در زیر یک هفته آی نیکشان میمانید پدر و مادر عزیز و مهربان تقای عبدالقاسم و خاله مولوده من از آن همین دلشاد جان و مهرانه که امروز شما مهرانه را با فرزندی قبول نموده ایستادید از آن همین شاه و ملکه شبه و شما مراجعت کرده گفتنیم که ایا مادر توی تاج سری من پدر تو سایبانی در سری من ده چون توشه ای راهم دعا کی بود در زندگی بالا پری من و باید به خاطر خانه آبادی انهمی شاه و ملکه یک هفته آی بزرگ از شما بعدا بزم بازیمون را دوام میدیم چون که عزیزان میگوید که از والدان پیرم خواهم دعا بگیرم چون فیض دعایشان من از خدا پذیرم دریافته من اکنون آنها چه ماه خورشید در نزد ماه خورشید من اختر صغیرم من به دعای آنها چون خس به دستی بادم من با دعای ایشان یک فرد مقتدیرم بید عزیزان یک هفته‌ای حاجی بابا را میگیریم بعدا دست بازیمون را دوام میدیم برام السلام علیکم مهمان عزیز همتون در این توی مبارکات خوش آمدید خواهران اپا برادران ما میل نداریم خدمت شما با حاج بابا شما هزاران بار تشکر خوش آمدیدون سبحان الله و هر دمان یارم که تو سبحان الله شایشی کارم که تو سبحان الله و عزتی کن فیکون سبحان الله همین تو جوانان مرادش حاصل کن عمری دراز بینم اون کویی که در پیشمون ایستاده کوی قرطا هنگی کوی قرطا بود اون بودم فقط روزازان روزای خوب شود با خدا خواهد آینده سال آینده همینجا تیره انشاءالله با اومده خدمت کنید زحمت شما دیدم یک جوان تشکر میگوییم